گروهی از دوستان تصمیم گرفتند که یک شب برای تفریح به یک اتاق فرار جدید در حومه شهر بروند که به تازگی افتتاح شده بود. اسم اتاق فرار راز آخرین خروج بود و صاحب آن ادعا می‌کرد هیچ کس تا به حال نتوانست از این اتاق فرار کند. وقتی دوستان با آنجا رسیدن، ساختمان قدیمی و تاریکی دیدند که اطرافشون مه گرفته بود. صاحب اتاق فرار، مردی لاغر با چشمانی نافذ، با آنها خوش آمد گفت و قوانین رو توضیح داد. او گفت هر معما که حل شود شما را به خروج نزدیکتر می کند. اما اگه نتونید معما را حل کنید شاید برای همیشه اینجا بمونید. دوستان که همه این رو شوخی تلقی کرده بودند با خنده وارد شدند. در اتاق اول همه چیز عادی به نظر می رسید. وسایلی قدیمی، کتاب‌های خاک خورده و یک قفل روی در قرار داشت. آنها توانستند معمای اول را حل کنند و به اتاق بعدی رفتند. اما هرچی جلوتر می رفتند فضا ترسناکتر می شد. دیوارها شروع به ناله می کردند. چراغ‌ها خاموش و روشن می شدند و صدای زمزمه از گوشه های تاریک اتاق می آمد. وقتی به اتاق سوم رسیدن، یکی از دوستان متوجه شد که در به شدت پشت سرشان قفل شده و هیچ راه برگشتی نیست. در این اتاق یک تلویزیون قدیمی روشن شد و تصویری از گروه نمایش داده شد. اما در کنار آنها سایه ای ایستاده بود که اصلاً به کسی از گروه شباهت نداشت. آنها وحشت زده شروع به حل کردن معما کردند، اما سایه به تدریج نزدیکتر می شد. یکی از دوستان که دستش را به دیوار گذاشته بود حس کرد چیزی نرم و مرطوب لمسش کرد. وقتی برگشت دیوار پر از لکه خون بود. ناگهان یک صدای خشن از بلندگوها پخش شد. وقت شما تمومه. چراغ‌ها خاموش شد و یکی از دوستان ناپدید شد. حالا فقط 4 نفر باقی مونده بودند و سایه به آنها نزدیکتر شده بود. معماها پیچیده در می شدن و فشار روانی بیشتری روی آنها وارد می کرد. یکی دیگر از آنها در یک لحظه برای حل معما خم شده بود. فریادی کشید و در تاریکی بلیده شد. سرانجام تنها یکی از دوستان موفق شد به اتاق نهایی برسد. روی دیوار این اتاق با خون نوشته شده بود: راز آخرین خروج این است که خودت رو قربانی کنی تا دیگران آزاد شوند. او باید تصمیم می گرفت خود را قربانی کند یا برای همیشه تو اتاق بمونه. صدای مرد صاحب اتاق دوباره از بلندگوها اومد: انتخاب کن وگرنه اینجا جاودانه خواهی شد. فرد با دستان لرزان تیغه‌ای از روی میز برداشت. چراغ‌ها ناگهان روشن شد. صاحب اتاق وارد شد و با خنده گفت: تبریک میگم، شما موفق شدید. اما دوستان دیگر او هرگز باز نگشتند و سایه‌ای که در اتاق آخر دیده میشد همیشه پشت سر او باقی ماند.